دوستان عزیز، درود بر شما. ما در عصری زندگی می‌کنیم که جامعه انسانی مواجه با بحران‌های مختلف است. بحران‌های ناشی از مشکلات محیط زیست، گرم شدن محیط زیست، آلوده شدن هوا و آب، بحران‌های مربوط به تولید انرژی، بحران‌های مربوط به جنگ‌های مختلف در سطح ناحیه‌ای و ملی، بحران‌های قومی، مذهبی، بحران‌های مربوط به مسائل مالی و جهانی شدن قضیه اقتصاد که ایجاد فقر مفرط در بعضی جاها در دنیا کرده و این قضیه همینطور ادامه داره. به نظر میرسه که ما در عصری که سیستم حکومتداریمون یک سیستم ملیت‌گرایی که از یک سیستم ملی هست مواجه با یک مشکلات جهانی شدیم، گلوبالیزیشن، و به نظر میرسه که سیستم حکومتداری ملی قدرت مواجهه با این مشکلاتی که فراملی شدند و جنبه جهانی پیدا کردن رو نداریم. از میهمان عزیزی دعوت کردیم که سالها در این زمینه فعالیت کردن، تحقیق کردن و با ایشون در مورد این مسائل و تحقیقاتی که ایشون کردن و راه حل‌هایی که به نظرشون میرسه به گفتگو بنشینیم. از شما دعوت میکنم که به برنامه امروز ما توجه بکنید. سویدا خانم، خیلی سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو قبول کردید. من اجازه بدید با یک سوال در مورد کتاب اول شما شروع بکنم برنامه‌مون رو. کتابی که شما نوشتید به بینندگان عزیز هم نشون بدم. این کتاب دستیابی به امنیت جمعی. البته شما این کتاب به انگلیسی نوشتید. بله. و بعد اخیراً این کتاب ترجمه شده. دلیل اینکه به فکر این افتادید که این کتاب بنویسید چی بود؟ دلیل نوشتن این کتاب ازدیاد بحران‌های جهانی بود. بله. که من می‌دیدم که ما مثل که هیچ راه حل‌هایی نداریم واسه این بحران‌های جهانی، چه بحران مالی، چه بحران گرم شدن زمین. تصمیم گرفتم که باید یه راه حلی باشه و روش که فکر کردم دیدم که اول باید یک اصول بنیادی تعیین کنیم و تمام ملل رو این اصول توافق کنن. بعد این اصول رو به کار ببریم که یک راه حل های پیدا کنیم. من این فکر رو داشتم که به خاطر این کتاب نوشتم. شما میفرمایید یک اصول بنیادی، یعنی منظور شما این هستش که روش شما یه روش تئوریوار نیست. درسته. یعنی شما به یک مسائل کلی تعالیمی، شاید به فارسی یا اصولی بهش میگیم، توجه دارید که حالا این فکر میکنید که این اصول چطوری میتونه مورد توافق مردم قرار بگیره یا مؤسسات؟ بله، به آسونی راستش. خب. و علتی که اینو میگم که ما الگوهای تاریخی داریم که در همین گذشته نزدیک که این انجام شده. مثلا در سال 2005 وقتی که رهبران جهان آمدن در نیویورک جمع شدن، 193 کشور تونستن با هم به توافق برسن سر یک اصل جدید که بهش میگیم مسئولیت دفاع، که این اصل 5 سال قبل یه تعداد مردم در کانادا شروع کردن راجع به این صحبت کردن و فکر کردن و آخرش در این جمع در نیویورک تونستن همه رهبران رو قانع کنن که این سند رو امضا کنن که ما همه موافقیم. البته یک کارهای خیلی بنیادی کردن، رفتن با همه رهبران در کشورهای خودشون ملاقات کردن، باشون صحبت کردن، استدلال‌های منطقی آوردن که چرا مثلا این اصل توافق رو، این اصل به نفع کشور خودتون هست. ولی تونستن آخرش در 5 سال مدت طولانی نیست. بله. تونستن واقعا همه کشورها رو به توافق برسونن. این خیلی چیز عجیبیه. بله. خب در این دورانی که ما زندگی می‌کنیم هنوز مسئله ملیت‌گرایی، نشنالیسم، خیلی مطرح است و این مثالی که شما بیان کردید آیا
کشورها باید بعضی از منافع خودشون دست برمی داشتن، برای اینکه در بعضی موارد ممکنه به نظر بیاد که اگر به کاملا نفع یک کشوری باشه، یک ملتی باشه، ممکنه خب سران حکومت این رو قبول کنن. اما در موارد دیگری که 100% به نفعشون نیست، این ممکنه قدر ایجاد مشکل بکنه برای که کشورهای مختلف، رؤسای جمهور کشورهای مختلف و غیره اینها، اینا بخوان بیان و یک قدری از اون به اصطلاح اتوریتی خودشون، اون قدرت ملی خودشون دست بردارن برای اینکه در سطح جهانی یک بهبود بیشتری به وجود بیاد، یعنی مثلا برای یک صلح جهانی یا وضعیت جهانی در واقع. این خیلی سوال خوبیه، این سوالی که همه از من میپرسن. یک اصل خیلی مهم که میشه استفاده کرد ازش بر قانع کردن این کشورها که از حاکمیت خودشون یه مقدار حاکمیت خودشون تفویض کنن به حکومت جهانی، این اصل است که نفع یک کشوری به هیچ وجه نمیتونه به صورت کامل تضمین یا تأمین بشه مگر اینکه نفع تمام جهان رو اول تأمین کنن. میخوام یه مثال بزنم. این کشور آمریکا درست بر اساس این اصل به وجود آمد. 13 ایالت داشتیم در کنفدراسیون آمریکا. همشون درست همه این چیزایی که شما گفتید میگفتن نمیشه که ما یه مقدار اختیارات خودمون تفویض کنیم به یه حکومت مرکزی. بعد از جنگ انقلابی دیدن که یه مش بدهی داشتن، هر کدوم از این ایالت ها یه مش بدهی داشتن، نمیتونستن این بدهیاشون رو بپردازن. حکومت مرکزی هم مثلا اختیار وضع مالیات نداشت، پول نداشتن، ترسیدن که این اصلا از هم بپاشه این تمام این کنفدراسیون. دیدن تنها این حل اینه که اینا به طرف یک پارچگی بیشتر برن و اتفاقا یکی از عوامل اصلی برای خلق این حکومت دولت آمریکا درست همین بود. این بحران برای اینا مثل بحران جهانی امروز بود، بحران این 13 ایالت، و به خاطر این مثلا یک دولت آمریکایی به وجود آمد، فدراسیون آمریکایی. البته نه همه اختیارات تفویض میکنن به حکومت مرکزی، بلکه فقط چند تا یه مقدار محدودی از اختیارات که به نفع جمع مردمه. برای یه حکومت جهانی هم درست همین باید بشه. باید کشورها رو قانع کنیم که در یک موازی مجبورن، مثلا برای گرم شدن زمین هیچ کشوری تنها نمیتونه مسئله حل کنه، واقعا مجبوریم همه کشورها با هم بیان و یک مؤسسات تصمیم گیری جمعی به وجود بیارن که این مسئله رو حل کنن. یا بحران‌های مالی، این هم حالا چند بار دیگه حالا واضح شده که هیچ کشوری تنها این بحران مالی رو نمیتونه حل کنه، باید همکاری باشه. این موضوعی که شما بهش اشاره فرمودید در زمینه‌های دیگر، این روند جهانی شدن، گلوبالیزیشن، خب ما الان شاهدش هستیم، می‌بینیم مثلا در زمینه اقتصاد و اینها. اما بنده در هیچ جای دیگری ندیدم که کسی نوشته باشه، یا نمیتونم بگم هیچ جای دیگر، ولی اکثرا دیدم توجه به این قضیه نشده که در سطح در واقع حکومتداری یک سیستم جهانی به خود به وجود بیاد. یعنی در نوشتجات و لااقل در حد سیاسیون عالم بنده ندیدم کسی صحبت از حکومت جهانی بکنه ولی همه صحبت از مثلا اقتصاد جهانی میکنه و در فقدان، در نبودن یک سیستمی که بتونه در سطح جهانی از نظر سیاسی و حکومتداری مسائل رو اداره بکنه، خب طبیعتاً ما به مشکلات اقتصادی برخوردیم. یعنی از طرف اقتصاد یا مسئله فرهنگی ها داره جهانی میشه، اما از نظر سیاسی ما هنوز در حد ملیت‌گرایی باقی موندیم. شما در تحقیقاتی که کردید و با مؤسسات مختلفی کار میکنید، آیا میبینید که اینها فکرشون نسبت به این مسائل داره عوض میشه یا اینکه هنوز در اون مدل قدیمی ملیت‌گرایی باقی مونده؟
هر دو. اتفاقا در همین 2-3 سال اخیر چند تا کتاب چاپ شده که مردم دارن راجب این فکر میکنن و دارن راجبش صحبت میکنن. احتیاج و به تیترای درست همینه، حکومت جهانی، World Government. مثلا یکی از پروفسورای دانشگاه کلمبیا یک کتاب قطوری نوشته راجع به این موضوع، تمام تاریخ رو بررسی کرده که ببینه که چرا مثلا این مشاکل وجود داره، چرا هنوز نتونستیم حلش کنیم و واقعا آخرش هم نتیجه میگیره که شاید واقعا الان وقتشه که به طرف یک حکومت جهانی بریم. آقای هنری کیسینجر هم یک کتابی نوشته راجع به این موضوع. خانم ان مری سلاتر از پرینستون یک کتابی نوشته راجع به این موضوع. برای من خیلی جالبه که البته در تعالیم باهایی ما میدونیم در 170 سال راجع به این موازی ما صحبت کردیم و تو تعالیم باهایی هست که این موضوع باید پیاده بشه و برای من خیلی جالبه که ببینم حالا مردمای دنیا دارن کم کم به این نتیجه میرسن که واقعا راه حل دیگه نیست، همه چیز دیگر رو امتحان کردیم و بحران ها داره روز به روز بیشتر میشه. اگه اجازه بدین میخوام یه چیز خیلی جالبی براتون بگم راجع به همین. در سال 2011 در وسط همین بحران مالی که در اروپا اون موقع رایج بود، چند تا از مقامات اروپایی آمده بودن آمریکا که از اینجا نصیحت بگیرن که به ما کمک بدید چه کار کنیم که این حل بشه. جالبش این بود که مقامات آمریکایی به جایی که بشینن باشون بگن که خب از لحاظ اقتصادی و مالی باید این کار بکنید یا اون روند رو بگیرید، آمدن اساسنامه آمریکا رو بهشون دادن و اساسنامه قبلی کانفدراسیون آمریکا رو گفتن اینا رو ببرید خونه بخونید، بذارید پلو هم بخونید. ما هم همین مشکلاتی که شما الان دارید ما هم داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که تنها این حلش اینه که بریم متحدتر بشیم و یه فدراسیون درست کنیم. ما به نظرمون شما هم الان به موقعیتی رسیدید که باید این قدم بعدی رو بردارید. این تو روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد، صفحه اول. کسی البته خیلی اعتنایی نکرد بهش ولی بر من خیلی جالب بود. خیلی فکر البته نمیدونم باید گفت انقلابی یا چی. مثلا اگه فرض کنیم که در سطح خاورمیانه مثلا کشورهایی که در خاورمیانه هستن به این فکر بیفتن که البته صحبتش هست در ظاهر ولی در حقیقت بتونن با هم مشارکت واقعی در مسائل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و حتی مذهبی اینا داشته باشن و به منطقه به عنوان یک شاید خاورمیانه متحد نگاه بکنن. همونطور که الان می‌بینیم مثلا اروپا تا حتی گریبانگیر مشکلات هست ولی طبیعتاً برای رسیدن به یک هدف عالی‌تر این مشکلات و چالش‌ها هم وجود داره و شکی نیستش که باید بهش توجه بشه. خب خانم مانی، این دو کتابی که امروز ما انتخاب کردیم، من می‌دونم که شما مقالات اینها زیادی هم منتشر کردید اینها در دستن در کار نوشتن کتاب دیگری هستید. این کتاب اول دستیابی به امنیت جمعی تقریبا یک قضیه هدف هست که حالا ما به اون هدف باید برسیم. کتاب دوم شما بنای یک فدراسیون جهانی، بینندگان عزیز نشون بدم، این در واقع شاید راه و روش رسیدن به اون هدف که یکی از هدف‌های جهانی شدن یا گلوبالیزیشن هست این رو مطرح میکنه. باز من برمیگردم به سوال گذشته که در زمان کنونی که به نظر میرسه ذهنیت اکثریت افراد و زمامداران عالم روی قضیه ملیت گرایی نشنالیسم هست، این رسیدن به یک فدراسیون جهانی رو شما چگونه میبینید؟ چه پیشنهادی ارائه میکنید؟ اولا دنیای ما حقیقتش این که خیلی به هم وابسته و پیوسته است. این واقعیتی که ما همه باید قبول کنیم، چه بخوایم چه نخوایم. مشکل اینه که به خاطر این وابستگی شدید مشکلاتمون مشکلات جمعی شده. مشکلات ملی، مثلا بحران‌های حادترین بحران‌های ما بحران‌های جهانیه. مثلا گرم شدن زمین، مثلا گسترش تسلیحات اتمی یا تسلیحات شیمیایی، مسئله کمبود انرژی، انرژی تمیز،
مسئله بحران مالی که حالا واقعا بحران جهانی شده، همه این بحران ها واقعا صورت جهانی پیدا کرده. ما میخوایم این بحران ها رو به صورت ملی حل کنیم، این نمیشه و وسطش گیر کردیم و میبینیم که راه حل نتونستیم پیدا کنیم و بحران ها روز به روز داره ازدیاد پیدا میکنه و داره عمیق‌تر میشه. چیزی که هنوز نداریم و واقعاً بهش احتیاج داریم اینه که یک مؤسسات تصمیم گیری جمعی داشته باشیم و مؤسسات که بتونه این تصمیمات رو به اجرا برسونه. اینا رو نداریم. کشورها اگه بتونیم مردم رو قانع کنیم و به نظر من این ممکنه که نه تمام اختیارات کشور بلکه یک اختیارات محدودی رو باید تفویض کنن به یه حکومت جهانی که فقط در اون مواردی که منافع جمعی راجبش صحبت میشه، مانند گرم شدن زمین، این حکومت جهانی فقط در این موارد بتونه تصمیم گیری بگیره و عمل بکنه و حتی مثلا یه مقدار مالیات وضع کنه. مثلا این مسئله گرم شدن زمین احتیاج به پول داره بر حل کردنش. این پول از کجا بیاد؟ یک حکومت مرکزی لازم داریم که بتونه مالیات وضع کنه، که بودجه داشته باشه، یه منابع مالی باشه که این مسئله رو حل کنه. یا بحران‌های مالی، اروپا الان این درس داره یاد میگیره که برای نجات یونان مثلا یا قبلش برای نجات اسپانیا یا کشورهای دیگه احتیاج به منابع مالی داریم. نمیشه دائم بریم از کشورهای ثروتمند خواهش کنیم که دوباره بیاید نجاتمون بدید، دوباره بیاید نجاتمون بدید. بالاخره خشمگین میشن. از اول با تمام ساکنین مثلا یه منطقه اروپایی یا ساکنین جهان یه مقدار مالیات بدن، مثل دولت آمریکا هر کدوممون یه مقدار مالیات میدیم برای حکومت، برای دولت مرکزی، یه مقدار مالیات برای ایالت ها، برای موارد دیگه. خب در وضع کنونی باز برمیگردم به اون سوال قبلیم، آیا شما فکر میکنید که این مسئله امکان پذیره یا اینکه احتیاج به یک شاید سیستم تعلیم و تربیت جهانی هم هست برای اینکه خب این قضیه که یه عده‌ای بیان یا یه کشورهایی بیان و برای مثال محیط زیست بخوان هزینه بکنن، خب اون کشورهایی که شاید به آلوده شدن محیط زیست بیشتر صدمه میزنند، اینها مدعی هستند که خب کشورهایی که از نظر صنعتی و مالی خیلی پیشرفته ترند این کارا رو کردن، حالا ما که میخوایم این مسیر طی کنیم به ما میگن نکنید. خب یعنی بنابراین این طرز تفکری که وجود داره چطور میشه اینو عوضش کرد که از هر دو طرف که کشورهایی که از نظر اقتصادی و مالی پیشرفته تر هستن فکر نکنن که این مشکل فقط مشکل اونا هست، بدون اینکه اونها این امکان براشون به وجود بیاد که سیر اقتصادی، ترقی اقتصادی خودشون رو طی بکنن. بنابراین این مشکل مسئله خیلی پیچیده است و شما بدون یک سیستم تعلیم و تربیت که حالا چجوری باید به وجود بیاد در سطح جهانی، این اصلا در مذاکراتی که کردید با مؤسسات بین‌المللی مختلف و پژوهش‌هایی که می‌کنید این دیدید اصلا کسی به این قضیه فکر می‌کنه؟ بله، مردم به این قضیه فکر می‌کنن. متاسفانه الان وقت زیاد نمونده. می‌دونید تربیت و تعلیم خیلی مهمه چون باید مردم دنیا رو قانع کرد که احتیاج به چنین سیستمی داریم. ولی تعلیم و تربیت کافی نیست. الان باید به طور فوری واقعا عمل کرد. در این مسئله محیط زیست مثلا کشورهایی که در حال ترقی هستن خودشون دارن حالا میفهمن، چون دارن میبینن که این پژوهشگرا دارن چی میگن. در آینده در 50 سال از حالا مقدار آبی که تو دنیا هست بین 3 تا 12 متر بالا خواهد رفت. همه جای دنیا فرقی نمیکنه، چه چین باشه، چه آمریکا باشه، چه بانگلادش باشه. در نتیجه به خاطر
ذوب شدن این بسیار بله یخچال‌هایی که بله درسته و به خاطر گرم شدن زمین این بله این یخچال‌ها داره ذوب میشه و این آبا داره میره بالا. در نتیجه همه سواحل تمام دنیا میره زیر آب. خیلی از جزایری که الان کشور هستن اونا میرن زیر آب. همه مردمی که اینجا زندگی میکنن میخوان بیان تو درون کشورها. مثلا کشور بنگلادش بله. به کشورهای دیگه نامه نوشته، مثلا به آمریکا نامه نوشته، گفت میگه که در سال 2050 ما 50 میلیون اشخاص ما احتیاج دارن که از این کشور برن به خاطر این بالا آمدن آب. شما باید از حالا تعهد به ما بدید که چند میلیون از این اشخاص شما حاضرید بردارید بپذیرید بر ما به عنوان مهاجر. حالا شما فکر کنید ما اروپا رو حالا میبینیم با این وضعیت مهاجرین، حالا بنگلادش هم داره آبا میره بالا، جاهای دیگه دنیا هم این آبا داره میره بالا. کشورها دیگه همه اول این چیزا رو میگفتن که چی شده شما ترستید خودتون ترقی کنید، حالا به ما میگید که انقدر از سوختهای فسیلی استفاده نکنید. بله. ترقی ما چی میشه؟ حالا خودشون فهمیدن که ما هممون توی یک کشتی هستیم که این کشتی داره غرق میشه به طرف. بله. باید همکاری کنیم با هم. یعنی قانع کردن امروز انقدر سخت نیست. بله. چون ما میدونیم که مگه فاجعه واقعا خیلی وخیمی در پیش هست، ولی تعلیم و تربیت هم ضمناً باید باشه. علت نوشتن کتابم همینه که کمک کنه به این تعلیم و تربیت. خب این مفهوم حکومت جهانی مفهوم کلی است. طبیعتاً یک سیستمی که باید به وجود بیاد نهادهای مختلف درش هست. مؤسسات مختلف جهانی باید وجود داشته باشه. و شما در این کتابتون به این مطلب اشاره فرمودید که این سیستم ها نمونه هایشو بیان کردید. می‌خواستم خواهش بکنم قدری در این مورد توضیح بدید که کامپوننت ها، اجزای این در واقع حکومت جهانی چیست؟ بله، مؤسساتی که با تو این حکومت جهانی باشه اولا یک مجلس قانونگذاری جهانی است. بله. که اختیاراتی باید داشته باشه که یک تصمیمات جمعی بگیره در یک مواضع محدود، مثل همین مسئله محیط زیست. بله. یا بحران‌های مالی یا ارتش بین المللی. مثلا مسئله وقتی که یک دیکتاتور اسلحه شیمیایی استفاده میکنه بر علیه ساکنین کشور خودش، بقیه کشورهای جهان چه مسئولیتی دارن نسبت به ساکنین کشور و چجوری میتونن این مشکل رو حل کنن که مثلا یه مشکلی مثل مشکل سوریه دوباره پیش نیاد که 50% مردم از خونه هاشون فرار کرده باشن، به کشورهای دیگه به عنوان پناهنده رفته باشن، یا تو خود کشور از فرار کرده باشن و قایم بشن جاهای مختلف و باعث مشکلات تروریستی بشه، باعث مشکلات اقتصادی بشه، باعث جنگ داخلی بشه. واقعا احتیاج به یک مجلس قانونگذاری جهانی داریم که این قوانین بین المللی رو وضع کنه. بعدم احتیاج به یک هیئت مجریه جهانی داریم که این قوانین رو ورداره و بتونه به اجرا در بیاره با کمک یک ارتش بین المللی که یکی از مؤسسات دیگه است که واقعا باید به وجود بیاد. همه کشورها باید در این سهم داشته باشن که یک ارتش بین المللی دائمی اونجا باشه تحت اختیار این هیئت مجریه جهانی. و یک مؤسسه سوم خیلی مهم یک دادگاه بین المللیه که اختیار این داشته باشه که داوری بکنه در همه مواردی که اختلاف پیش میاد بین کشورها و حتی اگه این کشورها دلشون نمیخواد. الان البته داریم چنین دادگاهی و این دادگاه اون اختیار رو نداره که مجبور کنه کشورها رو که مشکلاتشون رو بیارن برای داوری کردن و باید حوزه قضایی اجباری داشته باشه نسبت به همه این مشاکل جهانی.
وقتی هم که یک تصمیماتی میگیره این تصمیمات باید قابل تنفیذ باشه که الان نیست. دوباره به قوه قهریه اگر احتیاج هست باید اینا رو تنفیذ کرد. این چند تا نهادی که باید 100% توی چنین حکومت فدراسیون جهانی باشه. این نهادهای دیگه هم هست ولی این نهادهای اصلی اینا هستن به نظر من. همونطور که فرمودید این بعضی از این مؤسسات سالهاست که وجود داره یا به عنوان یکی از مؤسسات تحت سازمان ملل یا مؤسسات دیگه دادگاه بین‌المللی. همونطور که فرمودید برای یه عده‌ای به این فکر بودند. بله. اما خب پیروی از تصمیمات این مؤسسات جنبه داوطلبی پیدا کرده متاسفانه، به این صورت که در عصر کنونی اگر به نفع یک گروهی یا یک مملکتی باشه به مؤسسات اشاره میکنن، به تصمیماتش اشاره میکنن، استناد میکنن و در مواردی که نباشه اصلا به کلی این رو نادیده میگیرند و توجهی به تصمیمات اون نمیکنن. و خب حالا شما میفرمایید که به خاطر بحران هایی که جامعه جهانی امروزه باهاش مواجه هست ناچار خواهیم بود، کشورها ناچار خواهند بود که حالا روششون رو و دیدشون رو نسبت به این مسائل عوض بکنن. شما مشغول نوشتن یک کتاب دیگری هم هستید. بله. این در چه موردی هست؟ این در مورد حل مسئله انرژی و گسترش تسلیحات هسته‌ای و محیط زیسته. این سه تا مشکل با هم ارتباط شدید داره. بله. که البته الان در زمانی زندگی میکنیم که احتیاج داریم به انرژی تمیز، چون به ما میگن که از سوختهای فسیلی دیگه نمیشه استفاده کرد. بله. چون محیط زیست داره خراب میشه، باعث این مشکلات میشه، پناهندگی و بالا آمدن آبها اینا. و ضمناً اونایی که متخصصین به ما میگن که نیروی هسته‌ای باید برای 40-50 سال دیگه در کار باشه. ضمناً خیلی نگرانی هست که اگه نیروهای هسته‌ای باشه ممکنه ازش سوء استفاده بشه برای ساخت بمب و بمب‌های اتمی و اینا، یا دست تروریستا بیفته یا از لحاظ رادیواکتیو مثلا به سلامتی مردم آسیب بزنه. در این کتاب من یک پیشنهادی کردم برای یک مؤسسه فراملیتی، برای ایجاد یک مؤسسه فراملیتی که این تمام این مسائل رو حل میکنه. یعنی همه نیروهای هسته‌ای باید بذاریم دست یک مؤسسه فراملیتی، همینطور که اروپا این کار کرد بعد از جنگ جهانی دوم برای فولاد و زغال. و خلاصه یک پیشنهاد جالبی دوباره از استفاده از الگوهای تاریخی که قانع کنم مردمی که این واقعا میشه، این چیز تئوری نیست. خیلی ممنونم همکاران. من فکر میکنم که آدرس یا لینک اینکه چطور بینندگان عزیز میتونن این کتاب‌های شما رو تهیه بکنن و مطالعه بکنن این رو نشان خواهند داد. انشاءالله که این کتاب شما هم به زودی ترجمه بشه. این کتابی که دارید می‌نویسید، چون شما کتابا رو ابتدا به انگلیسی می‌نویسید و بعد ترجمه می‌کنید. امیدوارم که به زودی شاهد انتشار و ترجمه فارسی این کتاب شما هم باشید. خیلی سپاسگزارم که این موقعیت رو به ما دادید و انشاءالله در موقعیت دیگه‌ای هم فرصتی دست بده تا بتونیم با شما صحبتی داشته باشیم و در تحقیقات بیشتری که در این زمینه می‌کنید با هم به گفتگو بنشینیم. مرسی. من شما خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، باز سپاسگزاری می‌کنم که به برنامه امروز ما توجه کردید. خانم معانی در یک خانواده ایرانی در افریقا به دنیا آمدند و هرگز در ایران زندگی نکردند، اما ملاحظه فرمودید که چقدر زبان فارسی رو با شیرینی خاصی صحبت می‌کنند و البته ما بحث امروزمون در واقع شاید یک خراش سطحی است به پوسته این میوه‌ای که یا مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم، این قضیه جهانی شدن و نبودن مؤسسات بین‌المللی که بتواند به این بحران‌های بین‌المللی بپردازد و قابلیت اجرایی در مورد تصمیماتش وجود داشته باشه. امیدوار هستم که در موقعیت‌های دیگری هم بتوانیم از چنین عزیزانی دعوت بکنیم و بیشتر در مورد این مسئله به گفتگو بپردازیم. در این حال از شما بینندگان عزیز دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. این موضوع در فیسبوک ما هم هست و
شما میتونید از طریق فیسبوک نظرات خودتون رو با ما مطرح بکنید، برای اینکه همونطور که عرض کردم این قضیه خیلی کلی هست و ما این رو به صورت یک قضیه کلی و جرثومه فقط تونستیم در دقایق چندی با هم کنکاشی در موردش داشته باشیم و انشاءالله که بتوانیم با تماس‌های آینده بیشتر این موضوع رو مورد بررسی و موشکافی قرار بدیم. تا نوبت دیگر که در خدمت شما خواهم بود، شما رو به خداوند عزیز و مهربان می سپارم. جان و روانتان خوش باد.